سلام، به ولاگ امروز من خوش اومدید. امشب مهمان دارم و عمه خانومو اومدن خونمون. میخوام براشون یه ماهی شکم پر خوشمزه آماده کنم. اول از همه پولکای ماهی رو جدا میکنیم، سر دومش رو قیچی میکنیم و شکمش هم خالی میکنیم. برای تهیه مواد شکم پر خوشمزه گیلانی احتیاج داریم به گردو، سبزی معطر، سیر، پیاز، نمک، فلفل و زردچوبه و گلبر، رب انار و رب گوجه فرنگی. ماهی با زردچوبه ماساژ میدیم، شکمش رو پر میکنیم و در آخر شکمش رو میدوزیم. برای اینکه ماهی به فویل نچسبه من قبل از فویل کاری بهش روغن زدم و بعد فویل پیچی کردم. در نهایت به مدت 45 دقیقه بهش زمان دادم در حرارت ملایم زغال آماده بشه. در همین حین یه دیگ پلوکته هاشمی علای آستانه اشرفیه رو پختیم و در کنار این ماهی شکم پر خوشمزه سرو کردیم. ما در کنار این ماهی شکم پر خوشمزه یه پیاله ماست محلی هم داشتیم که با این ترکیب بهشتی بود. در نهایت جوری زندگی کن که تاوان کاراتو عمهات پس ندن. خدا نگهدار.